با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. امروز 16 اپریل است. در برنامه خبرهای آخرین جهان تاجیکستان را خلاصه می‌کنیم. سرخط خبرها: مال و ملک و دارایی منصبداران سابق را مصادره می‌کنند. چهره‌های شناخته و خیانت به دولت عیبدار شدند، ولی خودشان این را تهمت دانسته بودند. نورس روس کودک 9 ساله قرقیز را کشته است. مطبوعات روسیه انگیزه کشتار را ملت بدبینی نامیدند. و همچنین درباره انجام محاکمه دادگاهی سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان گزارش میدیم که برای نرفتن به جنگ اوکراین پس از زخمی شدنش عیبدار میشد. برای آن مبارزه بردیم که پسرم غیر قانونی متهم شده بود. مقامات تاجیکستان به مصادره اموال چهره‌های شناخته شروع کردند که با اتهام تبادلات دولتی زندانی شدند. نزدیکان چندی از محکوم شدگان بر رادیو آزادی گفتند مقامات به آنها هشدار دادند که خانه‌های خود را خالی کنند. این در حالی است که پیوندان برخی از این افراد به قرار حکومت راضی نیستند. مولا رجب یوسفی و علیشیر ظریفی با جزئیات بیشتر. پس از قوه قانونی گرفتن حکم دادگاه درباره حبس چهره‌های شناخته، نمایندگان خدمات اجرا به مصادره اموال برخی از آنها شروع کردند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، منزل پدری سید جعفر عثمانزاده سابق رئیس حزب دموکرات و وکیل پیشین پارلمان در ناحیه فرخار مصادره شده است. منزلی که عثمانزاده در دوشنبه زندگی می‌کرد به نام همسرش بوده است. حولی همراهان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان هم در کنار دوشنبه مصادره شده است. در خانه ظریفی کسی نبود و قلف درش را نو کرده بودند. چند همسایه ظریفی در صحبت حضوری به خبرنگار آزادی گفتند روز 14 اپریل نمایندگان مقامات به حولی او آمده به اهل خانواده دستور دادند که خانه مصادره شده است و آنها باید منزل را ترک کنند. بنا به معلوماتی که دسترس رادیوی آزادی شد، نمایندگان خدمات اجرا شام 15 اپریل به منزل اکبرشاه اسکندرov سابق رئیس شورای عالی تاجیکستان و مدت اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان آمده به نزدیکان او گفتند که تا 2 روز آینده خانه را خالی نمایند. 2 ماشین اکبرشاه اسکندرov هم مصادره شده است. منزل احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان هم در کنار دوشنبه خالی است. همسایه ها در صحبت حضوری به خبرنگار آزادی گفتند روز 14 اپریل نمایندگان خدمات اجرا به این خانه آمده به پیوندان کاملزاده فقط 3 روز مهلت دادند که خانه را خالی نمایند. هیچ یکی از نزدیکان محکوم شده ها در این باره صحبت نمی کند. نمایندگان خدمات اجرا هم برای شرح مسئله مکتوب طلب کردند. پیوندان برخی از محکوم شده ها با شرط فاش نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند از قرار مصادره اموال شکایت خواهند برد. به اطلاع یک منبع رادیوی آزادی، شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که همگی یک خانه در بلند آشانه داشت از مصادره بیرون مانده است چون آن یگانه سرپناه اعضای خانواده است. روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف یگان خانه یا اموال نداشته است. 200,000 سامانه که در صورت حساب رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده است و سرنوشت بعدی این مبلغ معلوم نیست. درباره مصادره اموال عبدالفیض عطایی سابق سخنگوی وزارت کارهای خارجی، سرهنگ ها نورامین غنیزاده و جمشید بویف چیز معلوم نیست. وکیلان دفاع قبلا گفته بودند که برای همه محکوم شده در دایره پرونده تبادلات قرار مصادره اموال نیز برآمده است. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 اپریل حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبادلات به تغییر گذاشت. بعد این حکم دادگاه به اجرا درآمد. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت و دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی شدند. خودشان حکم را بی اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال را بیکار نمایند. مولا رجب یوسفی، علیشیر ظریفی، آزادی، دوشنبه. مقامات روسیه یک نابالغ 14 ساله روس را در کشتار کودک 9 ساله قرقیزستانی عیبدار و نسبت به او پرونده باز کردند. کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داد که نابالغ به خواننده مهاجر با کارت زد و او در راه به بیمارستان جان داد. همکارم میرزانبی خالقزاد تفصیلاتی بیشتر دارد. کشتار کودک 9 ساله قرقیز در روسیه پرسر و صدا شد. مقامات روسیه در صحبت با رسانه‌ها انگیزه کشتار را بدبینی ملی دانستند. در نوارها دیده می شود که گمانبر می لنگد و او ادعا دارد که گویا مهاجر نورس قرقیزستانی اول به او حمله نمود.
خبرگزاری‌های محلی نوشتند که نابالغ به پای خود با کارد زده گویا صحنه‌سازی کرده است. به نوشته رسانه‌ها در تلفن موبیلی نابالغ روس نوارهای دارای انگیزه‌های ملت بدبینی یافت شده است. نورس روس و کودک مهاجر قرقیز در یک مکتب می‌خواندند و همدیگر را می‌شناختند. حمله به مهاجران و ملت بدبینی در جامعه روسی افزایش یافته است. سووا مرکز نظارت بر اکستریمیسم در یک گزارش خود گفته است که از بهار سال 2023 خشونت‌های نژاد پرستانه در روسیه با سرعت افزایش یافته است. کارشناسان مقامات و مطبوعات روسیه را برای ترغیب نژاد پرستی عیبدار می‌کنند. برنامه را با گزارشی از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. آخر سال گذشته اکثراً به حادثه‌های شهر کانیبادام شمالی تاجیکستان چشم دوخته بودند که پی در پی چند کشتار مدهش صادر شده بود. تکرار کشتارها و پیدا نشدن قاتلان شبهه و آوازه‌ها را در رابطه با این کشتارها بیشتر کرده بود. مقامات آخر سال گذشته اعلام کردند که چند تن از قاتلان را پیدا کردند. همکارم فرزان محمدی بار دیگر به کانیبادام رفت و تفصیلات بیشتر از حادثه‌های پر سر و صدا به دست آورد و با پیوندان و جبردیدگان و بازداشت شدگان صحبت کرد. دهه سیهون در شهر کانیبادام. یک سال پیش در این خانه دو عضو عائله در شرایط اسرارانگیز کشته شدند. مظفر اورمانوف و همسرش عنایت اورمانوف 70 سال داشتند. قتل آنها پیوندان را در اذانشان و ساکنان دیگر را به تشویش انداخت. بسیاری ها بازپرسی شدند ولی شریفجان اشوروف برادر مظفر اورمانوف 20 سال زندانی گردید. پیوندانش با حکم راضی نیستند. ما عذاب کشیدیم. ما دو تا دختر خلاص، یک تا پام رسید، اینجا یک تا خودم. چه کنم آخر همه قدم ایستادیم، هیچی نمیداشت. جناب عالی مراجعت میکنم، التماس جناب عالی ما یاردم کنید. پدرم گناهشان نیست اینجا. فرزندان شریفجان اشوروف و نزدیکان مظفر اورمانوف در صحبت‌های پیشینه با رادیو آزادی بارها اصرار کردند که در کشتار او و همسرش یگان خویشاوند دست ندارد. نمایندگان دادگاه حکم خود را درست و دقیق نامیدند. کاساسیون ما اینجا بردیده که کتی وایکرگی بودن، رفته نویسنده وایکره بودیم. سونی اما که دکترش گفت که 4 مارت سوت شده گذشته است. گفت ما یه دست ما این کاغذ 5 مارت آمد. 5 مارت آمد. بی اشتراک ما شده گذشت. گفت دور شد خودجان دوشنبه و رفته قطعی رفته آمدیم. سود عالی و رفتیم. شده گذشتگی همون حکومت ماند. کشتار اسرارآمیز در بهار سال گذشته تنها در این خانه روی نداد. از ماه مارت تا آخر سال 2024 در محله های گوناگون شهر کانیبادام زیاده از 20 عضو 7 عائله از جمله کودکان کشته شدند. مقامات در رابطه به این حادثه ها که ساکنان را به وحشت آورد، 1 نفر را به حبس ابد محکوم و 4 کسی دیگر را بازداشت کردند. مادر احدجان توختایف یکی از بازداشت شده ها میگوید به گناهکار بودن فرزندش باور ندارد. و خودش هم گفت ما این خیلی کرگیم نیبو و گفت اکم بچم این کارو نمیکندم. من این خیلی تربیه ندادم بچم یگان بار پولی کلان یا تلو این خیلی چیز آوردگیش نیخونه و خودش خیلی قصابی میکرد. پرکاتور اومدن، ملسخانه اومدن. من هر روز همشون همینجا بودن. من هم مجموعه دیده برومدن هیچی نیست. در و دیوالم همش شدگی من یگان بار همین قسال باز درم قلف نکردم. مقامات بعد از بازداشت گمانزدها در 4 ماه آخر تفصیلات ندادند. زلفیه توختایف ادعا دارد که در روزهای حادثه پسرش همراه او در خانه بود. 10 مارت داداش رسیانده گذاشتن. 13 مارت رسی خانه و آورده. فقط ما معرکه وقتی آواره بودیم. 8 دکبر نیویرچم روزی تولدش بود. خواننده بود، روزی تولد گذراندیم. 16 دکبر باشد این خانمانگی نیویرچم روزی تولدش بود. هممون اپاهاش اومد، هممون نیویره ها که خواننده روزی تولد گذراندیم. بعضی از نزدیکان کشته شده ها میگویند مقامات گمانزدها را به جای حادثه آوردند و دلیل های شیعی را نشان دادند. پاره از چنین نوارها به شبکه‌های اجتماعی راه یافته است ولی ویدیوی پاره آن دسترس نیست.
با گذشت یک سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانیبادام بعضی از نگرانی‌ها همچنان باقی است، ولی نظامیان که در خیمه‌های مخصوص به طور شبانه روزی منطقه را پاسبانی می‌کردند در اول ماه اپریل امسال به این کار خود پایان دادند. سنجش ماشین‌ها که از نیمه ماه دکبر سال 2024 در درآمدگاه شهر کانیبادام به راه مانده شد هنوز ادامه دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کانیبادام. بحثی بیش از 2 ساله یک سرباز پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان با مقامات این کشور به پایان رسیده است. مقامات روس سرباز جوان را با آن ابدار می‌کردند که از ارتش فرار کرده است و نمی‌خواهد به جنگ اوکراین برود. سرباز و نزدیکانش می‌گفتند که او سال 2022 در جنگ زخمی شد و امکان بازگشت به ارتش را ندارد. همکارم علیشیر ظریفی و امیر ایسایف این قضیه را از ابتدا پی گرفت و آن را در گزارش خلاصه کردند. مفتشان پایگاه نظامی روسیه در شهر دوشنبه بعد از نیم سال بس پرونده سرباز یان بوکین را بستند. او سال 2022 هنگام شرکت در جنگ ضد اوکراین از منهش زخم برداشته است. بوکین برای بی سبب و با تأخیر حاضر شدن به مکان خدمت در قسم نظامی 201 در شهر بختر متهم میشد. بر اساس قانونگذاری روسیه تا 10 سال زندان به وی تهدید میکرد. اصلا خیلی سنگین است در این باره صحبت کردن. من پسرم و وکیل مدافع تمام مبارزه خود را برای برقراری حقیقت انجام دادیم. برای آن مبارزه بردیم که پسرم غیر قانونی متهم شده بود. به تمام مقامات دخلدار کشورم مراجعت کردم که وقت زیاد را طلب کرد. این خیلی دشوار بود. حالا سلامتی هم چندان خوب نیست. از پسرم نیست. هر دو باید طبابت گیریم. ولی شدم که پرونده بسته شد. به قول وکیل مدافعش، بوکین تنها تا 6 روز به تأخیر حاضر شدن به مکان خدمت حربی را بر دوش گرفته است. طبق خلاصه نهایی کارشناسان طبی که سنه 2 اپریل 2025 سال دسترس ما گردید، سرباز بوکین یان برای خدمت حربی کارناشایان دانسته شد و من بعد از ادای خدمت حربی نیز آزاد می‌گردد. حالا بوکین یان میتواند برای دسترسی به کفالت‌های اجتماعی به مقامات‌های دخلدار دولتی مراجعت کند. مادر سرباز میگوید هرچند پرونده به نفع آنها قطع گردید، در هراس است که پسرش دوباره به جنگ به اوکراین فرستاده می شود. تلاش داریم قرارداد خدمت نظامی پسرم را قطع کنیم. با این وضع سلامتیش به او خدمت نظامی قطعاً من است. این زن میگوید برای حق تلاشیش تهدید هم گرفته است. مقامات روسیه گفتند برای با خبرنگاران بین المللی تماس داشتنم جواب خواهم داد. با پسرم نیز فشار آوردند، ولی من به شما روزنامه‌نگاران اظهار سپاس میکنم، زیرا به سهم شما شاید چیزی نمیشد. اینجا میخواهم به والدان توصیه دهم که به اتهامات غیر قانونی باور نکنند، روح افتاده نشوند تا آخر مبارزه برند، چون فرزندان بجز از پدر و مادر به هیچ کس در کار نیستند، به خصوص نظامیان پروای آنها را ندارند. Потому что никому, кроме родителей, особенно военнослужащие, они не нужны. در پایگاه 201 روسیه در دوشنبه در رابطه با قضیه یان بوکین نخواستند معلومات دهند. در این پایگاه در درآمدگاه این پایگاه گفتند که فعلا رهبرانشان بند هستند و بعدا در این باره معلومات خواهند داد. تماس‌های ما با یان بوکین بی‌نتیجه ماند. او در گذشته پرونده جنایی را کاملا بی‌انصافی خوانده گفته بود که سلامتیش خوب نیست، بنابراین نمی‌خواهد خدمت را ادامه دهد. سپاس که ما را تا این لحظه تماشا کردید. اخباری از این بیشتر در صفحه های رادیو آزادی در تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک و ایکس پیدا کنید. همچنین به سامانه آزادی ها سر بزنید که آنجا ویدیوها و خبرها با تفصیلات بیشتر نشر شدند. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.